فصل 19 صفحه 506. هوا ابری است و وقتی به نزدیکی فرایدی ولز میرسیم باران شروع به باریدن میکند. قطرات درشت باران به بزرگی دانه‌های کشمش با زمین برخورد میکند. در ذهنم صدای خانم مالوی را میشنوم. مثل دم اسب داره بارون میاد. اولین باری که این اصطلاح قدیمی را شنیدم دویدم کنار پنجره و توقع داشتم حیوانات واقعی را ببینم که دارند از آسمان میریزند پایین. وقتی وارد جاده پاترزلین میشوم صدای نفس زدن غیرعادی بروژیت را میشنوم و موقعی که به نیمرخش نگاه میکنم متوجه میشوم حالش خوب نیست. با نگرانی میپرسم حالت خوبه؟ نه، میشه چند لحظه ماشین رو نگه داری؟ حالم داره به هم میخوره. اتومبیل را کنار جاده متوقف میکنم. دستم را به طرف او میبرم. دست او را میگیرم و به آرامی فشار میدم. دارد میلرزد. میخوای تو رو توی دهکده پیاده کنم؟ میتونی یه فنجان چای بخوری و منتظر من بمونی. زیاد طول نمیکشه. احتمالاً مادر پیتر از ملاقات با من خودداری میکنه. ولی حتی اگرم این کارو نکنه ملاقاتمون زیاد طول نمیکشه. بروژیت روبرو را نگاه میکند. لب پایینش را میگزد و میگوید من آدم خیلی ترسویی هستم. اصلا هم ترسو نیستی. من موقعیت تو رو درک میکنم. میبرمت به دهکده. مخالفتی نمیکند و به همین دلیل دور میزنم و وقتی دور میزنم شبح مردی را سر پیچ میبینم. خیلی بلند قد است. آورکوت بلند سیاه رنگی پوشیده و چتری بزرگ مانع میشود چهره او را ببینم. موقعی که نزدیکتر میشوم سرم را خم میکنم و زیر چتر را میبینم و چهره پدر اونیل را تشخیص میدم. بی هیچ حرفی شیشه برقی اتومبیل را پایین میکشم. سرم را چند سانتی متر از پنجره بیرون میآورم و هوای سرد را روی گونه‌هایم حس می‌کنم. داد می‌زنم پدر اونیل شما این؟ یک قدم به اتومبیل نزدیکتر می‌شود و کمی خم می‌شود تا بتواند داخل اتومبیل را ببیند. پدر اونیل پیر شده، رگ‌های صورتش برجسته و پوستش آویزان شده. عوض یک چانه 4 تا چانه دارد و یک طرف صورتش هم کج شده. انگار سکته کرده باشد. بعد جوری خسخس می‌کند. و اصلا به آن هیولای وحشتناکی که می‌شناختم شباهت ندارد. من شما را می‌شناسم؟ بله، من کیت اوسالیوانم. چهرهش در هم می‌رود و انگار ترسیده باشد چند قدمی از اتومبیل دور می‌شود و می‌گوید گمونم باید سر ماشین را تو همین الان کج کنی و بری به همون جایی که بودی. هیچ کس اینجا منتظر تو نیست کیت اوسالیوان. قبل از اینکه از تمام حقایق با خبر باشی انقدر سریع راجع به من قضاوت نکنین پدر. چترش رو عقب میبرد و میگذارد صورتش کاملا مشخص شود. چهرش قرمز، عصبانی و برافروخته شده. میگوید خودم به اندازه کافی از حقایق با خبرم. توی زن شیطان صفت هستی که یک کشیش خوب و سربراه و منصرف و از راه به در کردی. حالا من هم عصبانی میشوم و میگویم پس پدر استیل اصلا مقصر نبود و مثل یک گوسفند قربانی شد. واقعا نظرتون همینه؟ برو زن، این روستا رو با روح شیطانی آلوده نکن. بحث کردن با او بیفایده است. دارم دنبال مادر پیتر میگردم. هنوزم توی پرورشگاهه. شروع به سرفه کردن میکند و آب دهانش میآید. سرش را تکان میدهد و طوری به من خیره میشود که انگار مظهر شیطانم. ازتون یه سوال کردم پدر. بدون توجه به من به سرعت به طرف جاده میرود. آنقدر به شبح تیرش نگاه میکنم تا از نظر دور میشود. با عصبانیت شیشه را بالا میدهم. آهی عمیق میکشم. با مشت به روی فرمان میکوبم و میگویم احمق‌های کوتاه فکر مرتجع، جاهل‌ها. چه انتظاری داشتی کیت؟ توقع داشتی مهمونی خوشامدگویی برات بگیرن؟ حق با توئه. در واقع من زندگیمو به خطر انداختم. احتمال داره تکه تکم کنن. بیا برگردیم. رفتن به اونجا هیچ فایده‌ای نداره. حتما همین نوع برخورد رو هم تو پرورشگاه باهات میکنن. البته اگه راحت بدن. بیان که حرفی بزنم حرکت میکنم. از جدول فاصله میگیرم و به طرف دهکده میروم. من این همه راه تا اینجا اومدم بروژیت. باید قضیه رو تموم کنم. حتی اگه مادر پیتر هم حاضر نشه منو ببینه اشکالی نداره. حداقل میدونم هر کاری از دستم برمیومده انجام دادم. من که میگم تو داری وقتتو تلف میکنی. با اینکه ته قلبم میدانم حق با اوست نمیتوانم جلوی ندای درونیم که مرا تشویق به رفتن میکند بایستم. خیابان اصلی دهکده تقریبا مثل زمانی است که آن را ترک کرده بودم. غیر از اینکه خانم مغازه اوشیا تبدیل به آرایشگاهی آلامود شده و اداره پست هم به مکان بزرگتری منتقل شده. بروژیت کتش را از روی صندلی عقب برمی‌دارد و میگوید من به یه چیز قوی‌تر از چای احتیاج دارم. منو سر خیابون فونت هیل بیرون مشروب فروشی مکسوینی پیاده کن. همونطور که میخواهد عمل میکنم و مقابل مشروب فروشی نگه میدارم. چند نفر به مرسدس من اشاره میکنند. موقعی که بروژیت پیاده میشود پسر بچه خوشگل با چشمانی سیاه و یک کبودی روی گیجگاه چپش به سمت در اتومبیل میدود و میگوید خانوم یه همچین ماشینی چقدر میارزه؟ بروژیت سرش داد میزند و میگوید
یه عالمه پول میخواد و زبون چرب و نرم. بعد رو به من میکند و میگوید اگه لازم باشه تمام روز اینجا میمونم، هرچند شک دارم اینقدر طول بکشه. موفق باشی. بعد در اتومبیل را محکم میبندد. آنقدر منتظر میشوم تا وارد مشروب فروشی بشود و بعد از همان راهی که آمدم برمیگردم. در راه برگشت و عبور از پاترزلین یاد آن خاطرات وحشتناکی که داشتم میافتم. چند صد قدم مانده به ورودی پرورشگاه، قلبم به شدت شروع به تپیدن می‌کند. نفسی عمیق می‌کشم و با آن نیرویی که وادارم می‌کند اتومبیل را متوقف کنم و از همان راهی که آمدم برگردم و پیش بریژیت بروم مبارزه می‌کنم. به خودم میگویم تو میتونی. چه بلایی میخوان سرت بیارن؟ راهبه‌ها نمیتونن هیچ آسیبی بهت بزنن. بدترین حالتش اینه که راهت ندن. دیوار سنگی دور باغ را گل‌های صورتی رنگ ریزی پوشانده. کسلای ترک‌های دیوار شکوفه زدن. دیگر هیچ چیز به نظر با ابهت و بزرگ نمیآید. حتی در ورودی هم که حالا رنگ سفید به آن زدن. موقعی که بچه بودیم همه چیز به نظر خیلی بزرگ و غیر قابل عبور میآمد. وقتی میبینم در ورودی نیمه باز است نفسی راحت میکشم. از دروازه آهنی که سردر آن نوشته ما به مسیح ایمان داریم میگذرم. ساختمانش هم کوچکتر و قدیمی‌تر به نظر می‌آید. وقتی از اتومبیل پیاده می‌شوم احساس قدرت می‌کنم. انتظار داشتم خاطرات ناخوشایند و شخصیت‌های شیطانی به من هجوم بیاورند، ولی در نهایت تعجب هیچ چیز برایم زنده نمی‌شود و انگار که اصلاً هیچ کدام از آن اتفاقها برایم نیفتاده و به نظر می‌رسد 16 سال اول زندگیم فقط یک خواب و رویا بوده است. با قدم‌های محکم و گام‌های بلند به سمت ایوانی می‌روم که به در ورودی منتهی می‌شود. 4 شیشه‌ای در عوض شده و چوب در هم نو به نظر می‌آید و انگار تازه آن را رنگ کردند. زنگ را می‌زنم و صدای دنگ دنگ آن را از داخل ساختمان می‌شنوم. صدای زنگ تغییری نکرده. گوشهایم را تیز می‌کنم و صدای پای ضعیفی به گوشم می‌رسد و یاد صدای پای خودم و بریژیت می‌افتم. همیشه به محض شنیدن صدای در به طرف نزدیک‌ترین پنجره می‌دویدیم. آرنج‌هایمان را روی لبه پنجره می‌گذاشتیم و سرک می‌کشیدیم تا ببینیم چه کسی جلوی در است. صدای پا متعلق به دختری تازه‌کار است که در را باز می‌کند. میتونم کمکتون کنم؟ فقط قسمتی از چهرهش قابل رؤیت است، ولی میتوانم درخشش جوانی را در آن ببینم. میخوام مادر پیتر رو ببینم. منتظرتون بوده؟ بله. دختری که بیشتر از 17 سال ندارد در را چند سانتیمتری بیشتر باز می‌کند. سر تا پای مرا ورانداز می‌کند و از سرشانم نگاهی به اتومبیل می‌اندازد و میگوید متاسفم ولی مادر پیتر اینجا نیست. کجاست؟ بیمارستان بستریه. حالش خیلی بده. اگه راستشو بخوایم نمیدونم به چه دردی مبتلا شده. همه ما شب و روز برای شفای ایشون دعا میکنیم. مادر پل اینجاست. شاید اون بتونه بهتون کمک کنه. بعد شروع به لبخند زدن میکند و دندانهایش در تاریکی سرسرم میدرخشد. سعی میکنم لبخندی گرم بزنم و میگویم خیلی وقت مادر پل اینجاست. چند سال قبل اینجا رو ترک کردم ولی کریسمس پارسال چند ماهی بعد از شروع کار من دوباره برگشتم. نشانه‌هایی از زندگی و نشاط را در آنجا می‌بینم. می‌پرسم اینجا هنوز پرورشگاهه؟ نه، از سال 1982 تبدیل به مدرسه طلبه‌ها و تازه‌کارها شده. می‌خواهم بپرسم که کجا می‌توانم مادر پیتر را پیدا کنم که شبحی سیاه‌پوش کنار دختر می‌ایستد. زنی عینکی بلند قد و مثل نی لاغر است، لاغرتر از آنی است که به یاد می‌آورم و به جای عینک قابدار که همیشه به چشمش می‌زد، یک عینک بدون قاب زده و کاملا مشخص است که مرا نشناخته، چون لبخندی گرم و صمیمی می‌زند. هرگز به یاد ندارم لبخند مادر پل را دیده باشم. خب شاید هم به من لبخند نمیزد. احساس میکنم خشم و ناراحتی درونم میخواهد فوران کند و خیلی دلم میخواهد جلو بروم و توی گوشش زمزمه کنم میخوای کاری کنم لبخندت رو لبات بماسه؟ در حالی که هنوز لبخند به لب دارد با لحنی بسیار شیرین میپرسد کمکی از دست من برمیاد؟ من اومدم مادر پیتر رو ببینم ولی بهم گفتن تو بیمارستان بستریه. شما میدونین تو کدوم بیمارستانه؟ احساس میکنم از پشت عینکش مرا میشناسد و با زیرکی سوالم را با سوالی دیگر جواب میدهد. بگم کی باهاشون کار داره؟ خیلی ضروریه. باید حتما امروز ایشون رو ببینم. پیغام خیلی مهمی براشون دارم. اگه شما بهم نگین ایشون تو کدوم بیمارستان بستریه خودم پیداش میکنم. خیلی طول نمی‌کشه تا به همه بیمارستان این منطقه زنگ بزنم. موقعی که دخترک برمیگردد و میگوید ایشون در کلینیک بلک راک در کیلمالاک بستریه. خدا را شکر میکنم که طبع جوان‌ها اینقدر عجول است. دهنتو ببند ترزا و همین الان برو به اتاقت. بعدا خدمتت میرسم. دخترک با نگاهی غمگین به اتاقش میرود.
دلم خیلی به حالش میسوزد. نگاه خیره مادرپل عصبی و نگرانم میکند. اولین رگه‌های ترس و وحشت بر وجودم غلبه میکند و دلم میخواهد فرار کنم. بیان که حرفی بزنم رویم را برمیگردانم و به طرف اتومبیلم میروم. او دنبالم میآید و قبل از اینکه در اتومبیل را باز کنم روی شانه‌ام میزند. برمیگردم. تقریبا هم قد و قواره هم هستیم و چشممان در چشم هم میافتد. از پشت عینک قطورش به دقت مرا برانداز میکند و میگوید: من شما را قبلا جایی ندیدم. چرا؟ اسمم کیت اوسالیوانه. از روی حالت چهرهش متوجه میشوم که کاملا مرا شناخته و قبل از اینکه فرصتی برای حرف زدن پیدا کند تصمیم میگیرم فوری وارد عمل بشوم. مشتم را گره میکنم، تمام خشم و عصبانیتم را جمع میکنم و با قدرت هرچه تمامتر ضربه‌ای به وسط شکمش زیر تصفیه‌اش میزنم. منتظر عکس‌العملش نمیمانم و میپرم توی اتومبیل و درها را قفل میکنم. چهرهش سرخ، نه تقریبا بنفش میشود، روی شکمش خم میشود و آن را با هر دو دستش نگه می‌دارد. شیشه اتومبیل را پایین می‌کشم و داد می‌زنم: خیلی دردت اومد مادرپل مگه نه؟ بعد پایم را روی پدال گاز می‌گذارم و به سرعت از آنجا دور می‌شوم. بریژیت با چهره‌ای مبهوت و وحشت زده می‌گوید: تو چیکار کردی؟ با آخرین قدرتم محکم به شکمش مشت زدم. خدایا چقدر خوب بود، چقدر مزه داد. یادم نمیاد این اواخر کاری کرده باشم که اینقدر بهم مزه داده باشه. بریژیت می‌خندد و می‌گوید: کاش منم اونجا بودم. عینکش اومد روی نوک دماغش، انقدر شوکه شده بود که خیال کردم هر لحظه ممکنه سکته قلبی کنه. نمیتونم بهت بگم چقدر از این کارم احساس رضایت کردم. یاد اون لحظاتی میافتم که اون بدون دلیل توی شکمم مشت میزد. بریژیت هم با چهره غمگین و در هم میگوید: منم همینطور. خیلی جالبه، همیشه میترسیدم به اونجا برگردم. خیال میکردم دوباره اون خاطرات تلخ و وحشتناک زنده میشن، ولی نشدن. در واقع انگار همه چی محو شد و از بین رفته بود. دیگه هیچی انقدر با اهمیت بزرگ و وحشت‌آور نبود. با کمال تعجب احساس می‌کردم که من هرگز در اونجا زندگی نکردم. انگار همه رو توی خواب دیده بودم. خیلی خوشحالم که برگشتم. حالا میتونم این فصل از کتاب زندگیمو ببندم. بریژیت دوباره میگوید: کاش منم باهات اومده بودم. فراموشش کن بریژیت. تو خیال میکردی تحملشو نداری، بنابراین کار درستی کردی نیومدی. چرا خودتو عذاب میدی؟ خودت دیشب گفتی که بعد از تولد یوجین تونستی خودتو از شر گذشته خلاص کنی. چرا میذاری دوباره اون افکار پلید و وحشتناک توی وجودت رخنه کنه؟ چون من با رفتن به اونجا احساس خوبی داشتم دلیل نمیشه که تو هم همین احساسو داشته باشی. تو خیلی شجاعی کیت، همیشه بودی. همان جوابی را که به تام گرگسون داده بودم به بریژیت هم میدهم. من شجاع نیستم، فقط کله شق و یه دنده. به نظر من این شجاعت نیست. اگه من واقعا آدم شجاعی بودم به تصمیم دکلان که میخواست خودش رو وقف خدا کنه احترام میذاشتم و مثل سگ شکاری تعقیبش نمیکردم تا اونو وادار به خودکشی کنم. به نظر من شهامت و شجاعت اینه که بتونی از زندگی کسی بیرون بری و خودتو قربانی اون کنی. ولی من در عوض خودخواه بودم و طبق معمول میخواستم همه چی مطابق میل و خواسته من پیش بره. حالا هم باید با عواقب اون زندگی کنم. این موضوع مثل خوره به جونم افتاده و فکرمون به خودش مشغول کرده. بریژیت لبانش را غنچه می‌کند و میگوید: اگه پدر سیر راه خودکشی رو انتخاب کرد تقصیر تو نیست. شجاعت و شهامت اون کجا بود؟ هرچی بیشتر راجع به این مسئله فکر می‌کنم و اونو تجزیه و تحلیل می‌کنم بریژیت، بیشتر به این نتیجه میرسم که منم تا حدودی در مرگ اون مقصر بودم. من میتونستم هر لحظه به رابطم با اون خاتمه بدم. اصلاً از اول نمیبایست اون رابطه رو آغاز می‌کردم. دنیا پر از مردای شایسته و مناسب ازدواجه. چرا میبایست دلبسته یک کشیش میشدم؟ بریژیت با آرامش لبانش را از حالت غنچه در میآورد و میگوید: تو عاشق اون شده بودی. کجای این کار اشکال داشته؟ با لحن جدی میگویم: میبایست پامو از زندگی اون بیرون میکشیدم. هر دو سکوت اختیار میکنیم. بعد از گذشت چند دقیقه میپرسم: خب حالا راجع به پاتریک با هم حرف بزن. از وقتی اومدی زیاد راجع به اون حرف نزدی. بریژیت سر به سرم میگذارد و با لحن سرزنش‌آمیز میگوید: بهم فرصت ندادی. میخندم و میگویم: راست میگی، معذرت میخوام. طبق معمول خیلی حرف زدم. منم برای همین به اینجا اومدم که به حرفای تو گوش بدم. این سفر فقط و فقط واسه خاطر تو بود. میخوام راز بزرگی رو باهات در میون بذارم. برای اولین بار در طی تمام این سالها احساس کردم تو به من احتیاج داری. موقعی که بچه بودیم این احساس نیاز دو طرفه بود. بعدش هم جریان محاکمه و دادرسی پیش اومد و من به دار و تأدیب رفتم و باز هم تو تمام وقت کنارم بودی. من هرگز حمایت‌ها و کمک‌های تو رو فراموش نمی‌کنم. حمایت تو زندگی منو نجات داد.
همیشه از خودم میپرسم اگه تو نبودی چی به سرم میومد و به وحشت میافتم. موقعی که تو به اوج موفقیت رسیدی سوء تفاهم نشه. من واقعا برای تو خوشحال بودم. خیلی هم خوشحال بودم، ولی احساس میکردم دیگه منو رها کردی و تنهام گذاشتی. و موقعی که پاتریک پا به زندگیم گذاشت، اون احساس خلا و برام پر کرد. اون واقعا به من نیاز داره. شاید باور نکنی، ولی زیر این ظاهر قلدر و مغرور و پرمدعا کوهی از احساس ناامنی و تزلزل و بی‌ارادگی وجود داره. خیلی دلم میخواد به او بگویم تو یکی دیگر نمیتونی منو خر کنی و فریب بدی، ولی زبانم را گاز میگیرم. تنها چیزی که مانده بروژیت بشنود این است که من هم از شوهرش انتقاد کنم. بروژیت، باهاش احساس خوشبختی میکنی؟ آره خیلی. اون پدر فوق‌العاده‌ایه. به نظرم خودش هم تعجب کرده. دلمون میخواد حداقل 3 تا بچه داشته باشیم. خیلی برات خوشحالم بروژیت. با وجود تمام اون سختی‌ها و کشمکش‌ها بالاخره موفق شدی. بدون کمک تو نمیتونستم این کارو بکنم. مزخرف نگو. تو با هوش و ذکاوت خودت این کارو کردی. اینقدر تملق منو نگو. تو بدون وجود منم میتونستی از وحدتش بر بیای. زیر چشمی به او نگاه میکنم. متوجه میشم چهرهش تو هم میرود و میگوید هر دوی ما خوب میدونیم که این موضوع حقیقت نداره. همزمان چشمانمون به تابلوی کیلمالاک 16 کیلومتر میافتد. باران بند آمده ولی جاده‌ها لغزنده و مثل شیشه است. ناراحت میشوم که چرا به فکر این آب و هوا نبودم و به جای مرسدس که برای بزرگراه‌های آلمان طراحی شده رنج رو رنگ را نیاوردم. به محض ورود به مرکز آن شهر کوچک تابلوی بیمارستانی را به اسم ژنرال سنت لوک می‌بینم. کنار در بیمارستان می‌ایستم. بروژیت شیشه اتومبیل را پایین می‌کشد و از پرستاری که دارد از آنجا عبور می‌کند می‌پرسد ببخشید می‌دونین کلینیک بلک راک کجاست؟ پرستار به جلو خم می‌شود و می‌گوید البته که می‌دونم. قبلا اونجا کار می‌کردم. خیلی از اینجا دور نیست. چند کیلومتر اونطرف‌تره. باید از شهر بیرون برین و از جاده‌ای که به طرف لیمریک میره برین. حتما پیداش می‌کنی. درست قبل از روستای عدیره. سمت راست جاده است. کمتر از 20 دقیقه بعد از دروازه بلک راک عبور می‌کنیم. وقتی اتومبیل را نگه می‌دارم بروژیت به تابلوی بالای در ورودی اشاره می‌کند. بیمارستان بلک راک، مخصوص نگهداری از بیماران رو به موت. مسئول پذیرش بیمارستان که زنی نسبتاً مسن است و سعی کرده با آرایش و رنگ کردن موهایش خودش را جوان‌تر نشان دهد، دارد با تلفن وزوز می‌کند. از طرز حرف زدنش نمی‌توانم تشخیص بدهم تلفنش ضروری است یا نه. کاسه صبرم لبریز می‌شود و می‌خواهم روی میزش بزنم که گوشی تلفن را می‌گذارد و بیان که سعی کند خستگی و بی‌حوصلگی‌اش را پنهان کند می‌گوید بله. اومدیم یکی از مریضاتون رو ببینیم. یه راهبه به اسم مادر پیتر. به دفتر پذیرش نگاهی می‌اندازد. اخم‌هایش توی هم می‌رود و بیان که سرش را بالا کند می‌پرسد امکان داره با یه اسم دیگه بستری شده باشه؟ می‌گویم ماریان اوسالیوان. خودشه. بخش 3 الف. میدونین باید از کدوم طرف بریم؟ هر دو سرمان را به علامت نفی تکان می‌دهیم. او با مدادش به سمت درهای شیشه‌ای روبرویمان اشاره می‌کند و می‌گوید از اون طرف با آسانسور برین طبقه 3 و وقتی پیاده شدین بپیچین سمت چپ و تا انتهای راهرو برین. حتما پیداش می‌کنین. من و بروژیت شانه به شانه یکدیگر به طرف درهای شیشه‌ای می‌رویم. من در را هل می‌دهم و بازش می‌کنم و جلوی در آسانسور می‌ایستم. بعد از چند دقیقه در آسانسور باز می‌شود و هر دو وارد آن می‌شویم. در حین اینکه با آسانسور بالا می‌رویم زیر لب می‌گویم اون داره می‌میره. بروژیت هم بدون اینکه حرفی بزنه سرش را تکان می‌دهد. از آسانسور که خارج می‌شویم از جلوی یک میز خالی می‌گذریم و با پرستاری که در حال کمک به زنی است که می‌خواهد به دستشویی برود و یک پرستار مرد که دارد مریضی را روی صندلی چرخدار می‌گذارد مواجه می‌شویم. کفش‌های پاشنه تختمان روی زمین واکس خورده صدای جیر جیر می‌دهد که به نظر خودم به شدت بلند و ناهنجار می‌آید. به محض ورود به بخش مادر پیتر را می‌شناسم. روی لبه تختش نشسته و انجیلی باز روی پاهایش قرار دارد. 2 زن دیگر هم در بخش هستند که یکی از آنها خوابیده و یکی دیگر دارد به سرعت بافتنی چیزی شبیه جوراب نوزاد می‌بافد. به طرف او اشاره می‌کنم. بروژیت روبرویش را نگاه می‌کند. موقعی که به مادر پیتر نزدیکتر می‌شوم بغض بدجوری گلویم را می‌فشارد. لاغرتر شده، خیلی هم لاغر شده، ولی آنقدرها هم که من تصور کرده بودم مریض به نظر نمی‌آید. به آرامی می‌گویم مادر پیتر. لحظه‌ای بعد سرش را بلند می‌کند و گرمترین لبخندی را که تا به حال در عمرم دیدم به رویم می‌زند. بعد انجیلی را که دارد می‌خواند می‌بندد و به آن چشم می‌دوزد و می‌گوید کیت اوسالیوان، خیلی اوقات به یاد تو هستم. بعد با دستش به لبه تخت می‌زند و می‌گوید بنشین، دلم می‌خواد نگات کنم. در چند قدمی اون می‌نشینم و می‌گویم به نظر میاد حالتون خوبه. بهتر از این نمیشه. من دارم میمیرم. ناراحت نشو کیت. من به جای بهتری خواهم رفت.
میدونم که پذیرش مرگ برای جوانها سخته. اونا هیچ تفکری درباره فنا ناپذیری ندارن و البته بایدم اینطور باشه. سرش را به طرف پنجره برمیگرداند و میگوید هنوز داره بارون میاد؟ نه، ولی هوا سرده و به نظرم بعداً مه‌آلود بشه. دوباره رویش را به طرف من میکند و به من خیره میشود. سفیدی چشمانش بیروح و مثل خامه ترش بیرنگ شده. راه زیادی رو اومدی؟ از تمپل مور در تیپراری اومدم. متشکرم که اومدی. خیلی به عیادتم نمیان. میگویم ما براتون گل آوردیم. بعد بریژیت را که آن طرف بخش کنار پنجره ایستاده صدا میزنم. او در حالی که گلها را جلوی صورتش گرفته عرض اتاق را طی میکند و به طرف ما میآید. موقعی که بریژیت دست گل را پایین میآورد و صورتش معلوم میشود، مادر پیتر اخمی میکند و با ناراحتی به ملافه چنگ میزند و میگوید من گل نمیخوام. به بریژیت اشاره میکنم عقب برود. او متوجه میشود، گلها را روی تخت میگذارد و اتاق را ترک میکند. بریژیت برای چی اومده؟ بیان که ناراحتیم را نشان بدهم با آرامش میگویم بریژیت زن خوبیه، توبه کرده، ازدواج هم کرده و الان یه پسر داره. اون کاتولیک خوبیه، زنی خدا ترس که همیشه به کلیسا میره. دارم حقیقت را میگویم. اینقدر بیرحمانه راجع به اون قضاوت نکنین. یادتونه پدر روحانی در مورد قضاوت کردن درباره دیگران چه موعظه‌ای میکرد؟ مادر روحانی چشمانش را می‌بندد، دستش را روی انجیل می‌گذارد و می‌گوید در مورد کسی قضاوت نکنین وگرنه خودتونم مورد قضاوت قرار خواهید گرفت. دقیقاً به همون اندازه‌ای که در مورد دیگران قضاوت می‌کنین، خودتونم مورد قضاوت قرار می‌گیرین. ماتیو فصل 7 بند 1 یا 2. صبورانه منتظر می‌شوند تا چشمانش را باز کند و آرام پشت دستش را نوازش می‌کنند. دستش سرد است و چون پوست و استخوان شده رگ‌هایش بیرون زده. از آنجا که می‌ترسم خوابش ببرد می‌گویم مادر پیتر میخوام یه چیزی ازتون بپرسم. گمان میکنم خودتون بدونین راجع به چیه، اما قبل از اینکه جوابمو بدین میخوام بدونین که این مسئله برای من فوق‌العاده مهم و حیاتیه. در تمام طول زندگیم به دنبال هویتم بودم، چیزی که خودمو به اون متصل بدونم و متعلق به خودم باشه. میتونین احساسمو درک کنین؟ ندونستن این موضوع خیلی وحشتناکه، ولی احتمال اینکه هیچ وقت نفهمی هویتت چی بوده وحشتناکتره. من باید بدونم کی هستم. پلکایش را به هم میزند، آرام آرام چشمانش را باز میکند و میگوید شاید چیزی رو که پیدا میکنی خوشایندت نباشه کیت. واقعا متوجه نیستین که این مسئله اصلا برام مهم نیست؟ اقلا میفهمم که هستم. مادر پیتر اگه واقعا منو دوست دارین خواهش میکنم بهتون التماس میکنم که هرچی میدونین به من بگین. سرش را پایین میاندازد و به پشت دستم خیره میشود. بعد دستم را برمیگرداند، انگشتش را کف دستم میکشد و میگوید توی بچه استثنایی بودی، هم ظاهرت زیبا بود هم باطنت. اگه راهبه و در خدمت خداوند نبودم خودم با کمال میل تو رو به فرزندی قبول میکردم. پدر شوندولین هماهنگی‌های لازم رو انجام داد و منو هم به عنوان پیک انتخاب کردن و بهم دستور لازم رو دادن که کی و کجا تو رو تحویل بگیرم. من و تو در 5 ژوئن 1962 ساعت 2:30 بعد از ظهر وارد فرودگاه دوبلین شدیم. من از قبل هماهنگ کرده بودم که برادرم پاتریک بیاد دنبالمون و ما رو به فرایدی ولز ببره. دلیل نمی‌بینم به او بگویم که خودم همه این مطالب را میدانم و همین دلیل وانمود می‌کنم که دارم به دقت به حرف‌های او گوش میدم. خودم هم اسم کیت اوسالیوان رو به یاد و خاطره مادر بزرگ خدا بیامرزم رود گذاشتم. مادر پیتر من از کدوم کشور به دوبلین منتقل شدم؟ پروازمون از نیویورک به دوبلین از طریق لندن بود. همین. کجای آمریکا منو تحویل گرفتین؟ از کی تحویل گرفتین؟ بهم بگو مادر پیتر، من باید بفهمم. با لبانی لرزان میگوید من ازت پرستاری کردم که تو بچه خیلی خوبی بودی. اصلا دلم نمیخواست از دستت بدم. مهربانانه دستش را میفشارم و میگویم افتخار میکردم شما مادر من باشین. از روی لبخند مسرت بخش مادر پیتر میفهمم که با زدن این حرف او را خوشحال کردم. دستش را محکم‌تر میفشارم و ملتمسانه میگویم شما میدونین چرا منو به این شکل عجیب و مرموز به ایرلند فرستادن؟ با چشمان غمگین میگوید من خیلی خالصانه هر چیزی رو که میدونستم گفتم. پدر شوندولین از تمام جزئیات قضیه با خبر بود. در حالی که قادر نیستم گلافگی و ناراحتیم را پنهان کنم، ملتمسانه میگویم ولی شما باید یه نفر توی آمریکا دیده باشین. من که از آسمون سر راه شما نیافتاده بودم. تکرار میکند. همونطور که قبلا گفتم پدر دولین تمام هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بود. کجا میتونم اونو پیدا کنم؟ توی قبرستون کلیسای سنت پاتریک دونگال. اون 6 سال پیش فوت کرد. در حالی که به شدت ناامید شدم زیر لب میگویم چرا همون دفعه که باهاتون تماس گرفتم حقیقت رو بهم نگفتین؟ من هرگز نه به تو نه به هیچ کس دیگر دروغ نگفتم کیت. من فقط قسم خورده بودم سکوت اختیار کنم. باید این موضوع رو درک کنی. خب پس چرا حالا این حرفا رو دارین بهم میزنین؟
چون دارم میمیرم کیت. خیلی طول نمیکشه تا سرطان در تمام اعضای بدنم ریشه بدوانه. دلم نمیخواد کاری کنم که باعث پشیمونی بشه. پلکایش کم کم روی هم قرار میگیرد و بسته میشود. کاملا مشخص است که دیگر نمیخواهد حرف بزند. بدون توجه به بوی نامطبوع تنفسش خم میشوم تا پیشانی او را ببوسم. موقعی که عقب میآیم دستم را میگیرد و میگوید هنوز اون کتابی رو که موقع ترک پرورشگاه بهت دادم داری؟ بله. خوندیش؟ با چهره خجالت زده و شرمنده میگویم نه اصلا، معذرت میخوام. میدونم میبایست اونو میخوندم ولی خیلی مشغول کار و زندگی و میدونیم که. و حرفم را ناتمام میگذارم و هرچه فکر میکنم اصلا یادم نمیاد آن کتاب را آخرین بار کی دیدم و آن را کجا گذاشتم. میگوید فصل 6 اونو بخون، خیلی جالبه. پلکایش روی هم قرار میگیرد و لحظه‌ای بعد دوباره چشمانش را باز میکند و با ناراحتی میگوید هیچ وقت ازش خوشم نمیومد. میپرسم از کی خوشتون نمیومد؟ پدر سیل. اون یه نیمه تاریک و شیطانی داشت. از همون لحظه اولی که دیدمش به این موضوع پی بردم. ترکیب خطرناکی از جذبه و فساد بود. بعد دوباره دستم را میگیرد و میگوید هرگز خودتو مقصر مرگ اون ندون کیت. ارزششو نداره. تو قلب مهربونی داری و همین بهت کمک میکنه به زندگیت ادامه بدی و موفق بشی. خیلی دلم میخواد او را میان بازوهایم بگیرم، محکم بغلش کنم و روح حیات را به بدن ضعیف و نحیفش منتقل کنم. خم میشوم، گونه او را میبوسم و میگویم متشکرم مادر پیتر. واقعا نمیتونم بگم چقدر ازتون متشکرم و چه لطف بزرگی در حق من کردیم. خیلی خستم، میخوام بخوابم. چشمانش را میبندد و نفس کشیدنش آرام و کند میشود. مدت زیادی ساکت و بی حرکت کنار تختش میایستم و به او نگاه میکنم. میدانم این آخرین باری است که او را میبینم.